با ما همراه باشین. امروز میخوام یه تحسین به سبک کلاژین براتون بزنم. اول از همه تخم مرغ رو میشکنیم، زعفرون و گلابون هم اضافه میکنیم، شکر سفید، نمک و فلفل سیام قاطی بهش اضافه میکنیم. آخر سرم نوبت ماست پرچربه. ماست پرچربمون هم اضافه میکنیم. مواد رو با هم میکس میکنیم قشنگ. بیا جلو بیا جلو. میخوام زعفرون اصل خراسان رو به برنج ایرانیمون اضافه کنم. موادی که از قبل آماده کردیم رو به برنجمون اضافه میکنیم. کف قالب رو با یه لیوان روغن چرب میکنیم. مواد داخل قالب میریزیم. و در آخر کرا رو بهش اضافه میکنیم و میره داخل فرن. بریم آخر کار رو ببینیم. جان